بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، یکی از رهبران تاجیکستانی جماعت تبلیغ تقریباً 2 ماه قبل در شهر استانبول ترکیه دستگیر گردیده فعلا در بازداشتگاه پندیک در کنار شرقی قسمت آسیایی شهر استانبول نگاه داشته می شود. به سامانه بامداد میسر نشد که اسم او را انیق کند، ولی این مرد بازداشت شده در بین پیروان جماعت تبلیغ با تخلص بدیع الزمان مشهور بود. یک سبب بازداشت او تشکیل مدرسه غیر قانونی گفته می شود، ولی هنوز روشن نیست که آیا این بازداشت با درخواست مقامات تاجیکستان صورت گرفته است یا خیر. فعالیت جماعت تبلیغ در تاجیکستان از سال 2006 منع شده. در این بین ده ها نفر از پیروان این سازمان دینی بازداشت و زندانی شدند. آخرین نفری که با جرم عضویت در جماعت تبلیغ به 12 سال زندان محکوم شد، صدرالدین مولایف معروف با ملا صدرالدین، داماد روحانی مشهور در منطقه کولوب ملا حیدر شریف زاده بود. ملا صدرالدین نیز در ترکیه به سر می برد و 2 سال پیش با وعده عفو مقامات به تاجیکستان برگشت. بنا به اطلاع دریافته پایگاه خبری بامداد، بدیع الزمان یکی از پیشوایان بخش تاجیکستانی جماعت تبلیغ چندین سال باز در استانبول زندگی میکرد و به گفته منابع آگاه پیروان تاجیک جماعت تبلیغ که در ترکیه پناه بردند در همه کار با مصلحت و مشورت او عمل میکردند. این الکی بار دوم است که این راهبر تاجیک جماعت تبلیغ در ترکیه دستگیر می شود. چند سال پیش نیز او را پلیس بازداشت کرده بود، ولی بعد چند وقت آزاد کردند. این دفعه معلوم نیست که او را آزاد میکنند و یا به تاجیکستان می سپارند. این در حالی است که مقامات تاجیکستان درباره بازداشت شدن یکی از پیشوایان جماعت تبلیغ در ترکیه تا حالا ابراز نظر نکردند. این منبع ما میگوید که بدیع الزمان یکی از نفران است که پیروان جماعت بدون فتوایش هیچ کاری انجام نمیدهند. جماعت تبلیغ یک رویه مذهبی است که از سال 2006 با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در حدود این کشور ممنوع اعلان شده است. در این بین ده ها پیرو این سازمان در تاجیکستان بازداشت و به زندان محکوم شدند، ولی قسم دیگر پیروان این سازمان مذهبی ترک تاجیکستان کرده در خارج فعالیت میکنند.